شدی مرد خونه. چیکار کنیم؟ من رو داداش بزرگم. چند تا خواهر برادر رضا؟ 5 تا. 5 تا خواهر برادر. بله. بابا چیکار میکنه؟ بیکاره. بیکاره و تو خونه است؟ بله بیکار. تو بزرگه ای رضا؟ نه یه داداش بزرگم دارم، اونم 1 سالم من بزرگتره. اون با هم کار میکنی؟ اون روبرو مغازه من کار میکنه. اون چیکار میکنه؟ اونم پرسکاریه. چند سال داری پرسکاری میکنی؟ من 3 سال. 3 سال. دیگه اوستا شدی واسه خودت. الان دقیقاً 12 13 سالته؟ 13 سال. بقیه خواهر برادر تو خونه؟ بیکارن دیگه. یه آبجی هم دارم، اونم خیاطی میره، میخواد جایزیه‌اش رو دست بده. میره واسه خودش کار میکنه، جایزیه عروسی شد. چند سالشه؟ 15 16 17 اینا. پس از الان شروع کرده برای اینکه جایزه. بله. تو چی یواش یواش پولاتو جمع میکنه برای جایزه بخری؟ انشالله. آره؟ جمع میکنی. بهش فکر میکنی؟ بله بهش فکر میکنم. به آینده خواهر برادرت فکر میکنی؟ بله به آینده آبجیم داداشم دوستشون دارم همشون باش کوتاه میکنم. چقدر پول در میاره رضا تو ماه؟ من ماهی 350 400 کار میکنم. پولو چیکار میکنی؟ میدم به مامانم. کلشو؟ بله. برای خود چیزی نمیخری؟ برای خودم سر ماه 5 تومن ور میدارم. ماهی 5000 تومان بله. شو برمیداری؟ یعنی 345,000 تومان میدی به مامانت. یه چیزی من ازت پرسیدم اون روز که خیلی بعضی ناراحت شدن، بعضی تعجب کردن و اینها. ازت پرسیدم که رضا آرزو چیه؟ تو گفتی من اصلا فرصت نکردم که آرزو کنم، تو تمام زندگی کار کردم. الان تو این فاصله ای که اومدی حرف زدی رفتی، خیلی تماشات کردن، خیلی با حرف زدن، خیلی دیدنت. الان آرزویی داری؟ بله. آرزو چه؟ آرزو دارم از محلمون برم. محلمون پر از معتاده. الان بچه‌ای هستن سن من، از من کوچیک‌تر، اومدن به این محله معتاد شدن. همسن و سال تو؟ بله. چقدر بعد؟ الان بچه هست اندازه منه، به خاطر پول میره مواد میفروشه.